ساکنان مهنتقرین و آبادگر ناحیه قبادیان با مقصد استقبال سزاوار از جشن ملی و مقدس 35 سالگی استقلال دولتی همه‌جانبه آمادگی گرفته در سمت آبادانی و بنیادکاری ها اقدام های شایسته را عملی کرده ایستادند. به این مناسبت در ناحیه بنیاد 171 انشاءات به نقشه گرفته شده، کارهای ساختمانی در محل انشاءات بنیاد شونده مرام تازه کسب نموده، مرحله به مرحله بنیاد و مورد بهره برداری قرار داده می شوند. در این زمینه در دهه عربخانه جماعت دهات ناصر خسرو ناحیه با اشتراک رئیس ولایت ختلان دولتعلی سعید میدانچه ورزشی مورد استفاده قرار داده شد. انشاءات مذکور با افتخار جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان برای ترغیب طرز حیات سالم و عمومی گردانیدن ورزش میان نورسان و جوانان به استفاده داده شد. میدانچه ورزشی از جانب صاحبکار محلی با مبلغ 320,000 سومانی بنیاد گردیده است. مسئولین ضمن صحبت با جوانان و نورسان محل ذکر نمودند که به بازی‌های ورزشی مشغول شدن یکی از راه‌های مفید پیشگیری از گرویدن به هر گونه حزب و حرکت و عقیده‌های ارتجاعی میباشد. ساکنان دهه عربخانه جماعت دهات ناصر خسرو ناحیه قبادیان افتتاح چنین انشاءات زمانوی را از اقدام‌های سازنده رهبریت دولت و حکومت نسبت بر رشد و پیشرفت ساحه ورزش و باز هم بهترشوی سطح نیکوحالی مردم ارزیابی کردند. من نغز خودم مقصد گذاشتم که 35 سالگی استقلالیتمون یک ورزشگاه هم خیلی زمانوی ساخته جوانان نورسان تمرین کنند. رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان به صفت کارهای ساختمانی در این انشاءات معاصر ورزشی بهای بلند داده با توجه به اینکه ورزش در جهان معاصر یکی از وسیله‌های مهمترین معرفی دولت و ملت به حساب می رود، از جوانان دعوت به عمل آوردن که بیشتر به ورزش مشغول شوند و طرز حیات سالم را شغل دائمی خود انتخاب نمایند. اطلاع داده شد که سال 2024 برای رشد ساحه ورزش در ولایت ختلان در مجموع 170 میلیون سومانی از حساب بودجه محلی جدا و صرف گردیده، از این 47 میلیون سومانی بر رشد فوتبال رونق کرده شده است. همچنین رئیس ولایت ختلان دولتعلی سعید در دهه شاغرو جماعت دهات ناصر خسرو ناحیه قبادیان با رفت کارهای ساختمانی در بنای سه آشیانه مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 51 شناس شدند. مورد ذکر است که مؤسسه تعلیمی سه آشیانه با تخانه برای 1500 جای نشست از جانب صاحبکار محلی ظفر ملیکوف با مبلغ بیش از 1 میلیون دلار آمریکایی بنیاد می‌گردد. بنای مؤسسه از 24 صنفخانه، مجلسگاه، 2 کابینت تکنولوژی معاصر، آشخانه، کتابخانه و میدانچه ورزشی عبارت میباشد. ضمن صحبت رئیس ولایت با ساختمانچیان و مسئولین تاکید نمودند که کارهای ساختمانی در انشاءات جشنی را وسعت بخشیده با جلب ساکنان محلی در آباد و زیبا گردانیدن دهه و محله خود سهم ارزنده گذارند. انشاءات مذکور در دایره کارهای آبادانی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی بهر رشد انفراساختار ناحیه بنیاد گردیده در رفت کارهای ساختمانی آن عین زمان دهان نفر ساکنان محلی با جای کاری موقتی و معاش خوب تامین میباشند. در ناحیه عین حال 102 خانه الواگی ساختمان در مسائل تعلیمی ادامه دارد. اینچنین در امروز ساختمان سیاشونه از طرف صاحبکار بانک بالانس ناحیه برای 576 جای نشست در یک بس که از 24 خانه الواگی عبارت است. در دایره جشن استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بنا به استفاده داده می شود. البته در همین مؤسسه تعلیمی زیاده از 970 نفر خواننده عین حال تعلیم میگیرد. نورسای جای نشست به چشم میرسید. بنابراین سبب 24 خانه الواگی به استفاده داده می شود. برای جای نشست مشکلی برطرف کرده می شود. ذکر گردید که ساکنان مهنت‌دوز و صاحبکاران همت بلند دهه شاغرو جماعت دهات ناصر خسرو ناحیه قبادیان در پیروی از اقدام‌های سازنده رهبریت عالی مملکت سهمگذاری بر رشد و پیشرفت وطن را شعار خود در زندگی دانسته در آینده نیز بهر پیشرفت و آبادانی دیار خویش سهم ارزنده خواهند گذاشت. در ادامه سفر کاری رئیس ولایت ختلان دولتعلی سعید در جماعت دهات تخت سنگین ناحیه نیز از رفت نشأه‌نمای پیاز بروقتی و سرپیاز در خواجگی دهقانی خواجه مومن دیدن نموده. اطلاع داده شد که خواجگی دهقانی خواجه مومن در مساحت عمومی 45 گکتار دامن پهن نموده. امروز در 5 گکتار پیاز بروقتی، 1.5 گکتار پولیزی، 10 گکتار غله‌دانگی و 15 گکتار یونچقه کشت گردیده مساحت 1.5 گکتار و باغ میوه دهنده صادراتی تشکیل می‌دهد.
در ناحیه قبادیان 13076 گکتار زمین‌های کارام آبی موجود بوده. طبق درنامه خواجگی‌های پختکار ناحیه سال جاری در میدان 7580 گکتار از آن جمله 1500 گکتار کشت زیر پلیانکا می‌گذرانند. وابسته به این در کارخانه‌های پخت تازه‌کنی ناحیه و در انبارهای خواجگی‌های انفرادی ناحیه 490 تن شگیت تخمی ذخیره کرده شده است. مسئولین ضمن بازدید از نشأونمای زراعت کشاورزی در کشت اساسی از تجربه بوی اهل زحمت خواجگی اظهار قناعتمندی نموده ثمره مهنت اهلانه آنها را نمونه عبرت ارزیابی کردند. در صحبت با خواجگیداران تاکید شد که برای باز هم استفاده با ثمر زمین و استحصال زیاد محصولات کشاورزی و فراوانی بازار استعمالی بیشتر زحمت کشند و از هر یک قطعه کارام آبی در اختیار داشته دو و زیاده حاصل به دست آورند. همچنین در این روز رئیس ولایت در مؤسسه دولتی استانسیای نوسنجی زراعت‌های کشاورزی اوستو در معرکه آغاز کشت پنبه‌دانه زیر پلیونکا اشتراک نموده به مسئولان جهت رعایت قاعده‌های اگرتکنیکی دستور و مصلحت‌های سودمند دادند. یکی از هدف‌های اساسی که حکومت جمهوری به ذمه کشاورزان گذاشته است تامین امنیت غذایی و ذمه سایر کشاورزی گذاشته شده است که من دهقانان اویدی امروز سمینار گذشتگی درباره عاقلانه و ثمرناک استفاده بردن زمین و استفاده بردن از اصول‌های نوآوری که من اصول‌های اینواسیونی میگویند زیر پلیونکا چناندن وقتی که یکی از عامل‌های اساسی بلندبرداشتن حاصلناکی و کم نمودن خراجات بیهوده و زیاد نمودن اقتصادیات خواجگی‌های دهقانی به حساب می‌رود. امروز مدستان سه دولتی نوسنجی قبادیان من این سمینار گذرانده شد. در اینجا از طرف مؤسسه دولتی کمیسیون دولتی آزمایش نوها و میوه نوهای زراعت‌های کشاورزی جمهوری اسلامی موادهای اولین درجه تامین کرده میشوند برای در آینده از طرف عالمانی که من نوهای نو پیشنهاد کرده میشود برای به تغییریابی اقلیم تا باور بدن آنها در اینجا آزمایش گذرانده میشود در دوام 3 سال و با شرایط تغییریابی اقلیم مطابقی آنها را به حساب گرفته کمیسیون دولتی به بازگذاری کرده میشود و از حساب همین ناحیه بندی و منتخب کرده میشوند این نوها. این یکی از عامل‌های اساسی بلندبرداشتن حاصلناکی و زیاد نمودن استحصال محصولات‌های زراعتی کشاورزی است. مساحت عمومی خواجگی مذکور بیش از 39 گکتار را تشکیل داده در آن پنبه‌دانه، غله‌دانگی، یونچقه و دیگر زراعت کشاورزی کشت کرده می شود. رهبرت مؤسسه دولتی استانسیای نوسنجی زراعت‌های کشاورزی اوستو برای استحصال تخمی‌های خوش‌صفت به شرایط محل مطابق امسال نیت دارند که در میدان 5 گکتار به طور مؤثر کشت پنبه‌دانه گذرانند. کشاورزان جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه قبادیان امروز به کشت پنبه‌دانه آغاز بخشیدند. طبق اطلاع ریاست کشاورزی ناحیه این موسم در ناحیه قبادیان در مساحت عمومی 7580 گکتار کشت پنبه‌دانه گذرانده می شود که از این 1500 گکتارش را کشت زیر پلیونکا تشکیل می دهد. در ناحیه شرایط امکانات برای کشت پنبه‌دانه خیلی مساعد است و همسالت دهقانان از این میدان‌ها حاصل فراوان به دست آورده در تامین کارخانه‌های صنعتی با اشیاء خام سهم می‌گذارند. برتری کشت زیر پلیونکا از آن است که در اینجا از بسیار کارهای اگرتکنیکی که مقصد در پختویی که با واسطه منامین و شنونده می شود تخم پوشک‌های محلی مقصد یگانه کارکردی بین خطارها چابوق و دیگر کارهای اگرتکنیکی که با اینها مثال یک کارهای لواگی مثال حساب می شدن نسبت به این نمود مقصد همینا رای کرده می شوند صرفه کرده می شوند که این هم یک مقدار معینی خراجات را با طلب می کند. من شنوندن زیر پلیونکا این به نهایت یکی از عامل‌های برتری برای هم زیاد نمودن استحصال محصولات و هم از آفت‌های طبیعی که من با بارشات سخت می‌شود از دیگر آفت‌ها با نگاه داشتن چیگیت ما هم تخمی ما به نهایت اهمیت کلان دارد.
طبق نقشه چورابینی مقامات اجرایی حکومت دولتی و در اساس توصیه علمان و متخصصان ساحه کشاورزان ناحیه قبادیان اقدام گرفتند که با استفاده از باد و هوای مساعد کشت پنبه‌دانه را در مهلت خوب اگرتکنیکی به طور خوشصفت پرره به انجام رسانند. با این مقصد امروزها در همه جماعت‌های دهات ناحیه تکنیکای ساحوی به کار سفربر گردیده خواجگیداران معرکه کشت را با استفاده از نوهای پنبه‌دانه خوشصفت وسعت می‌بخشند. خدایداد رجب، عبدالرازق رحمان، ظهورالدین محمود برای برنامه اخبار.